مربی تازه انتخابی دسته روشن کولابشهر. حالا صاحبان میدان رو به شما معرفی می‌سازیم. مهردین نوروز رستمov 17، آووس و عابد رقم 31 سرمربی دسته روشن شهر منظور شما کردیم. حالا به مهمانان توجه میکنیم که امروز چگونه هیئت رو مکمل مختار عظیموف، بختیار چاریف رقم 80، جهانگیر سفر فوتبال مخلصان اشدی خیلی و خیلی به همتااند. صدای هشتک داور بهروز مرتضی بلند گردید و بختیار چاریف اولین شده توپ را زود به نیمه میدانی ناندرد زبانی ماست. دیگر بار هم شاه مرادوف و یک بار در اینجا باز یک بار با دروازه‌بان دیگر بار هم با دروازه‌بان ایلهام. چگونه مخلصان سرافشان فردا شما را در بازار مرکزی خواهند دید یا در رسته کلان شهری سرافشان؟ چه حالتی که به عمل آمد. این بختیار قلنده رو بود که باز انا ایلهام برات رو با دروازه‌بان یک برآورده. واقعا هم مهردین احمد در این روند دروازه رو خوب سرافشان اکنون در این 12 دقیقه دیگر چی نتیجه میدهد؟ کینگزلی افاح اقتاموف رو فریب داد، امکانیت برای بازیگر الان واقعا هم نفری 33 ساله کولابشهر دفاعگری کلیدی سفرعلی کریموف واقعا هم خوب هنرنمایی کرد و مخلصان را مجبور ساخت که به افتخاری ان همین ضربهش منصوبه جالبش کفکوبی کنند و حساب را در دقیقه 78 باز کرد. بیاید یک بار دیگر ببینیم که چگونه کینگزلی و بعدا هم سفرعلی کریموف در یک فرصتی مناسب ضربه زد و حساب را باز کرد و بیش از 7000 نفر مخلص را از جایش برخیزانید. خواست که پیراهن خود را از بدن بیرون کند، اما فکر دیگر کرد و باز به همان لحظه خیلی و خیلی حساس برگشت. آفرین، بسیار هم بازی جالب. باز هم فرصت، باز هم امکانیتی بهتر برای و اکنون این تنقید در زمان گفتن که میوه کمونیسم است. این زمان اتحاد جماهیر شوروی بود. واقعا در نهایتا هم امروز باز هم اینجا نقشی همون چهره سرشناس، نقشی که با این پرتافتش واقعا هم با عوض قمچینوف امکان فراهم آورد که بدون دروازه‌بان اینجا بدون ضربه قوی توپ را وارد توری دروازه شد. در وقت اضافه قسم دوم ملکه دقیقه اول از پشت سر می شود. بنجامین کورتی ضرب میگیرد. وضعیت رو باز فوتبالبازان دسته سرافشان بهتر کردن. حساب را ببینید در این فرصت تغییر دادن 2-1. حالا باز هست 2 دقیقه دیگره که بختیار قلنده رو با آسانی انجام داد. یک بار دیگر توجه کنیم، یک بار دیگر ببینید که نیست مقاومت، الکی 2-0 شادی و اینجا پیش از توی چنگو گردو 1.5 دقیقه دیگر باز فرصتی مناسب برای بازیگران دسته سرافشان روشن فراهم شد. پرشیده تر نخواهد شد چون که صدای هشتک داور بلند میگردد و با همین ترتیب دسته چمپیونات مملکت خاتمه یافت. روشن شهر کولوب از این دیدار 3 امتیاز رو هم صاحب شد و موقعش رو تا اندازه در جدول چمپیونات دیگر کرد.